در گذشته یکی از راه‌های عشوه برای معشوق در خلوت بند طمان بوده. شاید تعجب کنید، اما بانوان چنان گره کوری به بند طمان می‌زدند که مرد بیچاره تا بخواهد باز کند از شعف زیاد هلاک شود. اصلا بند طمان شل و راحت مخصوص زنان محترمه نبوده و در شأن هیچ دختری نبوده که بند طمانش شل باشد. بعدها با ورود دکمه این مشکل برطرف شد و با یک حرکت طمان گشاد و پرچین از پا می افتد تا عاشق فوراً به کام دل برسد. حالا بشنوید از نمایش مضحکی که راجع به بند طمان دکمه در بین مردم عامی ساخته شده و از قضا مردم بسیار از این نمایش استقبال کردند. نوکری بود که عاشق خانم خانه شد و هر بار که با هزار بدبختی زن را به خلوت می‌کشید، زن برای عشوه‌گری و برای اینکه به نوکرش بفهماند زیاد رغبتی به این عمل ندارد، چند گره کور به بند طمان می‌زد. مرد بیچاره تا می‌خواست گره ها را باز کند، یا شوهر زن یا حبوها یکی سر می‌رسید و کار نیمه تمام می‌ماند. سالها به همین منوال گذشت تا اینکه شوهر خانم برایش از فرنگ شلوار دکمه‌ای آورد و در ملاقات بعدی با یک اشاره شلوار از پا افتاد و عاشق به کام دل رسید. در انتهای نمایش مرد که گویا ازدواج کرده بود در ایام پیری وقتی در بستر مرگ بود به پسرانش وصیت می‌کند هرگز شلوار دکمه‌ای برای عیالشان نخرند که آفت بزرگی است.